این تمرین برای افزایش حجم ریت و ساختار بدن تو تصحیح میکنه. پاها رو 2 برابر عرض شانت باز کن. پای راستتو 90 درجه بچرخون به سمت خارج. زانوت مرکز مچ پات باشه. پاشنه پای چپتو بده بیرون. یه نگاه کن ببین آیا پاشنه پای راستت مرکز گودی پای چپته. و بعد بدن رو بیار به روبرو. دست ها رو بکش. کتفا رو از پشت به هم نزدیک کن. شانه هاتو از گوش دور کن. اینجا دم بگیر. بازم خم شو به پهلوی راست. دم. کتفا از پشت به هم نزدیک. شانه از گوش دور. بازدم. خم به پهلوی راست. 10 بار تمرین رو انجام میدی. پاها رو به روبرو میاری و قرینش هم انجام میدی. آرزوی سلامتی برای همه شما.